قابل اشکان دیجاگه به تنهایی جهانبخش کورنر رو میزنه بلند به روی دروازه، یه ضربه سر، توپ مثل این که از خط گذشت. بله، گل به ثمر رسیده. حساب کار 1-0 میشه. همون ضربه سر سردار آزمون به نظرم گل شد و ایران 1-0 در آزادی جلو میفته. دیگرو به اول بچه ها گلو میزنن. سردار آزمون 10مین گل ملیش هست در 16مین باری که پیراهن تیم ملی رو به تن میکنه. آمار خیلی عالی است برای یک مهاجم. ببینیم توپ رو فرستادن، بله روی سر سردار آزمون، همونجا توپ از خط گذشت، خیلی هم گذشت، هرچند که عزت اللهی اومد و تکمیل کرد کارو، اما قبلش پرچم بالا رفته بود به نشانه گل. هرچند که عزت اللهی اومد و تکمیل کرد کارو، اما قبلش پرچم بالا رفته بود به نشانه گل محسوب شده سردار آزمون. ایران 1 عمان 0. حالا کار عمان یه مقدار سخت و دشوار میشه. صحبت میکنه اشکانم منتظر اجازه ورود مجدد به زمین رو بگیره. سید جلال خیز برداشته برای ضربه سر احتمالی، توپو میفرستن بلند به روی دروازه، یه فرصت توی دروازه ایران 2 عمان 0 و باز هم سردار آزمون. پاشنه آشی رو پیدا کردن روی هوا، روی نبردهای هوایی سر بودن در این 21 دقیقه. 2 گل هم زدن. سردار آزمون 11مین گل ملی او و البته 7مین گلش در این تورنمنت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا. علی الحبسی. یه بار دیگه ببینیم باز هم کورنر، این بار روی کورنری که از اون سمت زده شد. این بار عزت اللهی ضربه سر اول رو زد و سردار آزمون تکمیلش کرد. یه سایش با سر سعید عزت اللهی و بعدش در ادامه کار ضربه تمام کننده سردار آزمون. این بار دیگه حبسی اصلا فرصت نکرد که به سمت توپ خیز برداره.